سلام، امیدوارم که خسته آزمون نباشین. در خدمتتون هستم با تحلیل آزمون قلمچی 20 مهر. اول میریم سراغ سوالات پایه، بعدم میریم سراغ سوالات 12. یه تحلیل کلی اگر که من در رابطه با سوالات پایه بخوام داشته باشم، از 10 تا سوالی که آورده بودن یک سوال فوق دشوار میتونم بگم طرح شده بود، وگرنه 9 سوال دیگر رو به شرط اینکه همه مطالب رو پوشش داده باشین میتونستین جواب بدین. بریم سراغ سوالا. تو سوال اول میگه که چند مورد از مطالب زیر در رابطه با مقایسه با 8 عنصر فراوان سیاره مشتری و زمین درسته. میگه در سیاره زمین عنصر نافلزی وجود نداره. ما این رو همین الان در جا رد میکنیم، چون که توی متن کتاب درسی داشتیم که دو عنصر اکسیژن و گوگرد جزء نافلزها و عنصرهای مشترک بین این دو تا سیاره هستند. گزاره بعدی میگه گوگرد و اکسیژن در هر دو سیاره زمین و مشتری یافت میشود و خط کتاب درسیه و درسته. از بین دو سیاره زمین و مشتری، سیاره بزرگتر که مشتری باشه عمدتاً از گاز تشکیل شده. درسته، همونجور که توی متن کتاب و شکل کتاب داریم، بیش از 90% سیاره مشتری رو گاز هیدروژن به خودش اختصاص داده. تفاوت درصد فراوانی دو عنصر فراوانتر سیاره مشتری بیشتر از این تفاوت در سیاره زمین است. بازم نسبت به شکل کتاب اگر رجوع بکنید، چون که درصد فراوانی هیدروژن نزدیک به 90% و عنصر بعدی کمتر از 10%، این اختلاف توی دو تا عنصر فراوانتر توی سیاره مشتری بیشتر خواهد بود. توی گزاره آخر هم میگه اکسیژن دومین عنصر فراوان در سیاره زمینه که درسته، بعد از آهن فراوانترین هست، و هلیوم هم که دومین عنصر فراوان سیاره مشتری بعد از هیدروژن هست. اینجا 4 تا گزاره درست داشتیم. گزینه 4 جوابمون هست. بریم سراغ سوال بعدی که کدام مورد درسته. توی گزاره اول میگه هیدروژن دارای 3 ایزوتوپ طبیعی پایداره. همینجا در جا من غلط میگیرم، چون که هیدروژن دارای 3 تا ایزوتوپ طبیعی بود ولی هر سه تاش پایدار نبود. ایزوتوپ H31 پرتوزا هست. توی مورد دوم میگه انرژی گرمایی و نور خیره کننده خورشید به دلیل تبدیل هلیوم به هیدروژن. من در جا غلط میگیرم، چون که تبدیل هیدروژن به هلیوم هست. اینجا برعکس مطرح کرده. بریم سراغ گزاره سوم. میگه انرژی آزاد شده در واکنش هسته آنقدر زیاد است که میتوان صدها میلیارد تن فولاد رو ذوب کرد. اینجا دیگه برمیگرده به خط کتاب درسی که میگه میلیارد نه میلیون تن. پس در نتیجه گزاره 4مون درست هست. انفجار بزرگ در یک ستاره سبب میشه که عنصرهای تشکیل شده در آن در فضا پراکنده شه، لذا ستارگان رو باید کارخانه تولید عناصری که در ستاره وجود داره بدونیم. بریم سراغ سوال بعد. میگه که چند مورد از موارد زیر صحیح هستند. به تقریب 22% از کل عناصر شناخته شده ساختگی هستند. این عبارت درسته. در مجموع از 118 تا عنصری که ما داشتیم، 26 داشت ساختگی بود که به تقریب اگر درصد بگیریم همون 22% جوابمون خواهد بود. از یون حاوی تکنسیوم برای درمان غده تیروید استفاده میشه. میگیم که نه، برای تصویر برداری از غده تیروید استفاده میشه. لفظ درمان رو نمیتونه بهش بچسبونه. اورانیوم شناخته شده ترین فلز پرتوزایی است که در ایزوتوپ های آن به عنوان سوخت در راکتور اتمی استفاده میشه. میگیم نه، فقط یکی از ایزوتوپ هاش هست که در سوخت در راکتورهای اتمی استفاده میشه، اونم اورانیوم 235 هست. دود سیگار و قلیان مقدار اندکی مواد پرتوزا دارن. در جا خط متن کتاب درسی میگه که مقدار قابل توجهی مواد پرتوزا دارد. در آخر میگه که جرم اتمی میانگین اولین عنصر ساختگی که تکنسیوم باشه در جدول تناوبی نوشته نشده که نکته جدول تناوبی اگر که به خوبی بررسی کرده باشه این هست که برای تکنسیوم جرم اتمی میانگین نوشته نشده، چون که همه تکنسیوم هایی که ما داریم به صورت ساختگی و مصنوعی هست. چند مورد از ما خواسته؟ موارد صحیح خواسته. این که غلط شد، این هم غلط. ما 2 مورد صحیح داشتیم. بریم سراغ سوال بعدی. میگه که کدام گزینه درست است؟ مقایسه جرم ذره‌های زیر اتمی H1 نوترون، پروتون و الکترون به صورت زیره. اینا رو اگر که ما بخوایم مرتب بکنیم، اول از همه نوترون هست، بعد H1. چرا؟
چون که هاش یک یه دونه الکترون داره یه دونه پروتون، پس جرمش از پروتون بیشتر خواهد. اینجا پروتون یک رو داریم و در آخر هم الکترون 0-1 خواهد بود، پس این گزارمون غلط هست. میگه که از روی جرم یک نمونه ماده میتوان به شمار واحدهای موجود در آن دست یافت. این متن خط کتاب درسیه و درسته. میگه که توی گزاره سوم میگه هر گروه جدول تناوبی شامل عنصرهایی است که خواص فیزیکی و شیمیایی مشابهی دارن و اینو با گروه 14 ردش میکنن. اگر که گروه 14 رو ما با هم دیگه بررسی بکنیم، کربن رو داریم، سیلیسیوم رو داریم، ژرمانیوم رو داریم، قلع رو داریم و در آخر پی بی سرب. همونطور که میبینید توی گروه 14 هم نافلز هست، هم شبه فلز هست، هم فلز. به خاطر همین این گزاره رو با گروه 14 من ردش میکنن. در گزاره آخر هم میگه که عنصرهای موجود در جدول تناوبی بر اساس افزایش جرم اتمی، من میگم که نه، بر اساس افزایش عدد اتمی چیده شده. سوال 114 هم جوابش گزینه 2 خواهد بود. بریم سراغ سوال 115. میگه که چند مورد از مطالب زیر در رابطه با منیزیم درسته. میگه دارای 3 تا ایزوتوپه، تا اینجا درسته که فراوانی منیزیم 26 از 2 ایزوتوپ دیگه کمتره، میگم نه. اگر که مقایسه رو بخوایم داشته باشیم، منیزیم 24 هست اول فراوان‌تر، بعد منیزیم 26 و در آخر منیزیم 25. پس این گزاره غلطی هست. چهارمین عنصر فراوان در کره زمین محسوب می شود. بله، اگر که بخوایم ترتیب رو بنویسیم، آهن، بعد اکسیژن، بعد حالا اگر که رمزش رو بخوایم با هم دیگه چک بکنیم، میگفتیم علی کبابی سر نیایش میگه سینا اومد فرار کرد. در رتبه سوم سیلیسیوم و در رتبه چهارم منیزیم. پس این گزاره درستیه. در پایدارترین ایزوتوپ آن شمار پروتون ها با شمار نوترون ها برابر است. این گزاره رو من دقیقاً توی بررسی واو به واو خط کتاب درسی گفتم. پایدارترینش منیزیم 24، اگر 12 باشه، من این منیزیم 24 رو اگر که بخوام بشکافمش به ذرات زیر اتمیش 12 تا پروتون داره، 12 تا الکترون داره و به همون تعداد هم نوترون خواهد داشت. پس این گزاره هم گزاره درستیه. میگه سرعت واکنش منیزیم 26 با کلور در شرایط یکسان بیشتر از سرعت واکنش دو ایزوتوپ دیگر با کلوره. من اینو غلط میگیرم، چون که خواص شیمیایی که مربوط به واکنش دادن و واکنش پذیری هست در تمامی ایزوتوپ های یک عنصر با هم دیگه برابره. برای جداسازی ایزوتوپ های آن از یکدیگر روش شیمیایی مناسب تر از روش فیزیکی است. این هم غلطه، چون که ما برای اینکه بتونیم جدا کنیم چند تا چیز رو از هم به دنبال وجه تمایز هستیم. اگر بخوایم به روش شیمیایی عمل بکنیم، ویژگی های شیمیایی این ایزوتوپ ها، هر سه ایزوتوپ با هم دیگه یکسان هست. اینجا ما 2 تا گزاره درست داشتیم، جوابمون گزینه 2 خواهد بود. بریم سراغ سوال 116. میگه که کدام یک از عبارت‌های زیر نادرسته؟ اگر جرم اتمی میانگین برای عنصری با ایزوتوپ 10 و 11 برابر با 10-8 باشه، فراوانی یکی از ایزوتوپ‌ها 4 برابر دیگری است. حالا جرم اتمی میانگین رو بهمون داده 10-8. من سبکه رو می‌نویسم، جمع می‌کنم با اختلاف این دوتا با هم دیگه یه دونه ضرب در درصد فراوانی دومیه. اگر که من این 10 ببرم اونور، یه 8 اینجا میمونه. اینجا x که فراوانی ایزوتوپ بزرگتر بود به دست اومد، یعنی من فراوانی آی11 رو به دست آوردم 80%. به تبع فراوانی آی10 میشه 20% که این 4 برابر اون یکی هست. پس گزارمون درست هست. بریم سراغ گزاره دوم. میگه توده های سرطانی گلوکوز نشاندار رو بیشتر از گلوکوز معمولی جذب کنن. این هم میگیم غلطه، چون که توده های سرطانی جذب گلوکوز نشاندار و گلوکوز معمولی را هر دو به یک اندازه خواهند داشت. توی گزاره سوم میگه اگر تفاوت شمار پروتون ها و نوترون ها در یک اتم بزرگتر از نصف عدد اتمی باشه، اغلب آنها پرتوزاست. ما اینو باید با هم دیگه ترجمه بکنیم. میگه اگر که n منهای p توی یک اتمی بزرگتر از نصف عدد اتمی یا همون تعداد پروتون هاش باشه، این میتونه اتم پرتوزا باشه. من اگر این p رو بیارم اینور، اینجا 1.5 پی دارم، حالا این پی رو ببرم پایین، همون نسبت 1.5 رو خواهم داشت. پس اگر که این نسبت بزرگتر از 1.5 باشه، میتونه که اتم پرتوزا باشه. و اما گزاره چهارم
میگه جرم Na عدد اتم پایدار هیدروژن میتواند 2 گرم باشد. من اینو میام با هم دیگه بررسی میکنیم. میگم آقا اگر که ما Na تا اتم داشته باشیم به روی Na، یعنی در واقع 1 مول داشته باشیم، این 2 گرمه این باید چند باشه؟ این x به دست میاد 2. گفته که اتم پایدار هیدروژن اگر که این 2 به دست بیاد، یعنی ما باشه 2 1 اگر که داشته باشیم، این گزاره هم اوکی هستش. بریم سراغ 117. میگه تفاوت مجموع ذره های زیر اتمی در Fe3 مثبت و فسفر 3 منفی چند برابر شمار ذره های زیر اتمی در رادیو ایزوتوپ طبیعی هیدروژن. رادیو ایزوتوپ طبیعی هیدروژن هاشه 3 1 هست که مجموع ذرات زیر اتمیش 4 هست. ما باید بریم بگردیم ببینیم که کدوم گزینه جواب ما خواهد بود. اگر که من میخوام ذرات زیر اتمی Fe رو حساب بکنم، مجموع N به علاوه پیش رو که دارم چنده؟ 56. حالا الکتروناش میشه چقدر؟ 26 منهای 3 که از اینجا میشه 23 تا. اینا رو اگه که با هم دیگه جمع بکنم به جواب 79 خواهم رسید. اینجا هم همینجور N به علاوه پیش رو که دارم 31، الکترونش هم دارم 15 تا که به علاوه 3 بشه میشه 18 تا. اینا رو با هم دیگه جمع بکنم میشه 49 تا. اختلاف این دوتا با هم دیگه 30 تا. اگر که من 30 رو تقسیم بر 4 بکنم برابر با 7.5 خواهد بود و گزاره 1 جوابم خواهد بود. بریم سراغ 118. توی سوال 118 اگر که ما بخوایم امواج رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، ما رادیویی رو داشتیم، بعد ریزموج رو داشتیم، بعد فروسرخ رو داشتیم. اینا بر اساس لاندا یا طول موج هست. بعد مرئی رو داشتیم، بعد فرابنفش یا یووی رو داریم، بعد در مرتبه بعدی X هست و در آخر گاما. بر اساس این جدولی که حالا یه کتاب هست ما به جواب شماره 3 خواهیم رسید که نور مرئی طول موجش از فرابنفش بیشتر و فرابنفش هم از پرتوهای گاما بیشتر خواهد بود. بریم سراغ سوال 119. میگه با توجه به ظرف‌های داده شده مقادیر مشخصی از سیلیسیوم و آهن وجود داره. چه تعداد از عبارت‌های زیر نادرست است؟ توی سوالاتی که نادرست و درست رو میخواد باید توجه بکنید که خواسته ای که سوال ازتون داره رو توی پاسخنامه وارد بکنیم. بریم سراغ حل سوال. اینجا اگر 100 گرم باشه این 1/2 میشه چقدر؟ میشه 50 گرم. جمع مولی سیلیسیوم چقدر هست؟ من اینو تبدیل به مول میخوام بکنم، 28. حالا اینجا اگر که بخوام بررسی بکنم اینجا چی میشه؟ اینجا بذار اینجوری بهتون بگم. من اینو پاکش میکنم، میگم آقا اینجا جرمش 1/2، میگم 100 تقسیم بر 28، این میشه مول سیلیسیوم. حالا آهن چی؟ من 100 گرم آهن دارم تقسیم بر 56. این اگر که من ضرب و تقسیم میکنم میشه 100 تقسیم بر 56. مولشون با هم دیگه برابر در اومد. دیگه تعداد مول اتم های موجود در هر دو ظرف یکسان است. میگم که بله. میگه تعداد اتم های آهن بیشتر از تعداد اتم های سیلیسیومه. میگم نه، چون مول برابری دارن تعداد برابری هم ذره خواهند داشت، ذره اتم خواهند داشت. میگه در ظرف 2 اینقدر اتم سیلیسیوم وجود داره. من اینو میرم بررسی میکنم. این مولو کافیه که تبدیل به تعداد بکنم. میگم 156 مساوی با x تا تعداد داره 6.02 در 10 به توان 23 تا. من اگر که این 100 رو تو این اعمال بکنم این x هم از اینجا به دست میاد 602 در 10 به توان 23 تا که اگر اینو اعمال بکنید به جواب همون 10.75 خواهید رسید. میگه چه تعداد از عبارت‌های داده شده نادرسته؟ من گزاره 2 رو انتخاب میکنم. یک گزاره نادرست داشت. بریم سراغ خفن ترین سوال و طولانی ترین سوالی که از بین این 10 تا سوال داشتیم. اول از همه به شما 1 گرمی از منیزیم کلرید داده، تعداد شماره یون ها هم بهتون داده، یه خواسته ای ازتون داره. من اول از همه چون نمونه گرم منیزیم کلرید رو بهم داده میرم و درصد فراوانی هر کدوم از این ایزوتوپ ها رو برای خودم استخراج میکنم. از کلر شروع میکنم. توی بحث کلر اگر که سبکه رو بنویسم 35 به علاوه
اختلافش با قبلی 2 تا ضرب داره چقدر میشه؟ به عبارتی 35 F کلش هم که هست 4 F. از اینجا این به دست میاد چقدر؟ این میشه 1/4 یا 1/4 بمونه، این به این ساده بشه. الان بریم روی قلم یه بار دیگه ساده کنیم، این با این ساده بشه، از اینجا میشه نیم. از اینجا ام میانگینمون به دست میاد 35.5 واسه کلور. حالا من از این 35.5 که دارم اینو اینجا نگرش میدارم، چون جرم اتمی میانگین کل نمونه منیزیم کلورید رو ندارم. به خاطر همین باید برم یه استوکیومتری از تعداد یونها و گرمی که بهم داده ببندم و اون جرم اتمی میانگین کل نمونم رو به دست بیارم. من یه منیزیم کلوریدی دارم که 3 تا یون بهم میده. حالا من این رو اگر بخوام استوکیومتریشو بنویسم 1.59 تا تقسیم بر ضریب ضرب در ام میانگینی که داره میخوام به دستش بیارم 3.1 در 10 به توان 22 تا. اگر که بنویسه اینو پاکش بکنم که رو تمیز باشه، در 10 به توان 22 تا به روی ضریب 3 ضرب در 6.2 در 10 به توان 23 تا. ببینیم سراغ ساده سازی این دو برابر اینم. اینجا من 6 دارم، اینجا هم که 10 تا، یعنی ام میانگین من برابر میشه با 60 ضرب در 1.59 که اگر این رو حساب بکنید به جواب 95.14 میرسید. حالا من باید برم اون کلورید اون ام میانگینی که واسه کلور به دست آوردم، چون 2 تا کلور داره ضرب در 2 بکنم که میشه 71، از دل این 95.14 بکشم بیرون، ام میانگین منیزیمم رو به دست بیارم. حالا اگر که این 95.14 رو منهای 71 بکنم چه 24.14، یعنی ام میانگینی که واسه منیزیم دارم 24.14. من سبکه رو می نویسم به علاوه اختلافش با بعدی یه دونه. عرضم به حضورتون که درصد فراوانیش F زگوند هست به علاوه اختلاف منیزیم 26 با 24 2 تا ضرب در درصد فراوانیش 15 این که هست 3 دهم، این میشه 24 و 3 دهم، این رو کم میشه 1 دهم، از اینجا F زگوند هم میشه 1 دهم یا 10%. یعنی اینجا من اینجا میتونم بنویسم 10% به تبع این F پریمی که دارم میشه چقدر؟ میشه 75%. حالا خواسته ای که ازم داره میگه تفاوت شمار الکترون ها و نوترون ها در چند درصد از یون های موجود در این نمونه برابر با 2 هست. من باید برم بررسی بکنم توی یون هایی که دارم، یعنی بالفرض الان من یه منیزیم 24 دارم، منیزیم 2 مثبت 24 دارم که چند تا الکترون داره؟ 10 تا الکترون داره. اینم که 12 باشه 12 تا نوترون داره. این اختلاف 2 هست. من باید برم دنبال درصد این بگردم. توی 25 و 26 که بررسی بکنین این اختلاف 2 نمیشه. توی کلور 35 هم 2 نمیشه، اما توی کلور 37 این اتفاق میفته. 17 تا یه دونه هم که بهش اضافه میشه 18 تا. از اینجا تعداد الکترونش میشه 18 تا، ولی تعداد نوترونش به عبارت 20 تا خواهد بود. این اختلاف 2 برابری وجود داره. حالا نکته‌ای که این سوال داره، من حالا تا اینجاشو داشته باشین، یه خورده این گوشه رو من تمیز بکنم تا برم سراغ ادامه حل. من بعد اون تعداد یونی که بهم داده رو به مول تبدیل بکنم. اگر بیام و این تعداد یونی که بهم داده رو به مول تبدیل بکنم در 10 به توان 22 تقسیم بر 6.2 در 10 به توان 23 که تقریبا به دست میاد دقیقاً به دست میاد 500. این 500 رو باید تقسیم بکنم به 2 مول Cl منفی که دارم و 1 مول منیزیم 2 مثبتی که دارم که به عبارتی میشه 1/3 در 500. این میشه چقدر؟ به عبارتی 2/3 در 500. حالا من این درصد رو که بخوام برم حساب بکنم، محاسبه درصد چی میگم؟ میگم آقا من 1/3 ضرب در 500 ضرب در 75 دارم از منیزیم
2 مثبت 24 هم به علاوه 1 2/3 ضرب در 500 ضرب در F چقدر به دست آوردم؟ اگر که برین خودتون حساب بکنید 25% به دست میاد. یه 25% هم اینجا دارم، کلش چقدر بوده؟ 500. این رو که برید حساب بکنید به جواب 41.6 میرسید. سوال بسیار ایده دار، یعنی اگر که شما نمونهش رو ندیده باشید نمیتونید سر آزمون حل بکنید. الان دیگه نمونهش رو دیدین، من بعد اگر همچین تستی و همچین ایده‌ای مطرح بشه شما باید بهش پاسخ بدید. در کل بهتون خسته نباشید میگم. این از سوالات پایه. بریم سراغ سوالات 12.